کسی دیگر گفته است که در خواب بینی که در مسجد در آمدی یا مسجد را در خواب دیدن چی تعبیر دارد؟ علمای تعبیر می‌فرمایند که در مسجد داخل شدن، علل خصوص در مسجد الحرام، در مکه مکرمه یا در مدرسه و در هر مسجدی که نباشد، این سببی در امن و امانی زندگی کردن همون انسان هست. و من دخله کان آمنا. در بابت مسجد الحرام خداوند می‌فرماید که هر کس که داخل مسجد الحرام شد اون در امان هست. و بنا کردن مسجد، اگر خواب دید که مسجد می‌سازد، در بنای مسجد شرکت دارد، یک تعبیرش این است که علم آموزد، دیگرش این است که در بیداری مسجد بنا میکند، سوم این که عمل نیک میکند، چهارم این که حج میرود، پنجم این که با زن نیکوکار و صالحه و دیندار ازدواج میکند. اگر مسجد باشد که نمیشناسد که کدام مسجد هست، مسجد محله اشان نیست، مسجد را نمیشناسد، در یک مسجد ناشناس هست، تعبیرش این بده است که همان سال یا حج می رود یا یگان فایده دینی به دست می آید. اگر دید که خدا نخواسته با خر، اسب، اشتر داخل مسجد شد، دلالت بر این میکرده است که این انسان رشته خویش و تباریش را با خویش و تبارش قطع میکرده است و میبریده است. اگر خواب دید که در مسجد وفات کرد، مرد، دو تعبیر دارد. یکی این که از دنیا با توبه مقبوله وفات میکند، یعنی توبهش را خدا قبول میکند و بعد وفات میکند. دوم تعبیرش این است که بر دشمنان و حاسدانش غالب میآید. اگر دید که در مسجد باز هست، علامت این است که این انسان به حرفهای یکی از علما در بابت دین گوش میدهد و گویا این که شاگرد میشود.